و نوعی که میخوایم سوال جواب و بحث رو ادامه بدیم این هست که در حد اکثر استفاده رو از ایده های شما هم بکنیم و اینی که سوالاتی که دارین اگر که سخنرانان ما نکات بیشتری رو میخواین باز کنن این کار رو انجام بدن. یعنی هدف بیشتر یه نوع درگیری فکری خوبی هست که میخوایم انجام بدیم. من لیست میگیرم از حدود 5 نفر سوالا رو جمع میکنیم و بعد از سخنرانان میخوام که پاسخ بدن به سوالات شما و بعد گروه بعدی. سر ساعت 3 ما باید برنامه رو تموم بکنیم برای اینکه گرفتن یک تنفس و پنل بعدی. میکروفون هست، دستتون رو اگر بلند کنین در دو طرف افراد وایسادن که میکروفون دارن بهتون میدن. و نکته آخری که میخواستم بگم این هست که لطفاً از جلوی دوربین بالا که رد میشین چون جلوی این توییت رو میگیره سعی کنین که خمشین که پرده توییت تاریک نشه. من از الان دست چند نفر رو دیدم و شروع میکنیم از شما. بفرمایید میکروفون رو بگیرید و سوالتون رو. ازتون خواهش میکنم به خاطر اینکه بتونیم واقعا تعداد زیادی سوال داشته باشیم، اگر که نکته‌ای رو میخواین مطرح بکنین که لازم نیست سوال باشه، اگر میخواین که یک نظری رو بدین نظر خودتون رو هم کوتاه انجام بدین. ببخشید سردابون آقا من پیش از اینکه با سلام پیش از اینکه صحبت کنم از مدیریتور از واسه گفتم وقتمون چقدره برای کسی که چیز میکنه، مثلا من الان صحبت کنم وقت چقدره؟ 1 دقیقه. 1 دقیقه. با حتما باید سوال باشه یا کامنت؟ نه میتونید کامنت. مثلا من یه کامنت دارم. کامنت من اینه که یه چیز تحلیلی در رابطه با جمهوری اسلامی هست از زمان انقلاب 57 تا الان بوده. اگر این نکته رو ما بهش توجه نکنیم حداقل از نقطه نظر چپ غیر مذهبی، چپ سوسیالیست و از نقطه نظر طبقه کارگر و مردم تحت ستم، اگر این نکته تحلیلی رو ما بهش توجه نکنیم دائما اون وقت به انحرافات تحلیلی میافتیم. اون نکته هم اینه که ما موقعی که در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم باید تو جایگاه طبقاتیش بذاریم به عنوان یک کلیت که شامل حال رهبریش، قانون اساسیش، نهادهاشن، نهادهای قضایی، نهادهای اجرایی، نهادهای نظامی، امنیتیش. این کلیت باید تاریخ کلی خودش از سال 57 تا امروز هستش. ما داریم راجع به این مجموعه صحبت می‌کنیم. این مجموعه حکومت طبقه سرمایه‌دار ایران بعد از انقلاب 57. ما قبل اون ناسیونالیسم سکولار ایرانی نمایندگی اون طبقه رو می‌کرد تو دستگاه سلطنت. بعد از اون سرمایه‌داری بورژوازی اسلامی ایران نمایندگی اون طبقه رو به عهده گرفته. در نتیجه تغییر و تحولات داخل این تماماً بر سر تقسیم مجدد و دائما دوباره مجدد تقسیم کردن ثروت و قدرت بین دسته‌بندی‌های داخل نظام اسلامی. کلیت در مقابل طبقه کارگر اون وقت یک کلیت به شدت فاشیستی سرکوبگران است. اون وقت این شامل حال موسوی، کروبی، دولت‌های اول، دولت‌های دوم تا دولت کنونی و همه مجلس‌هایی که تا الان انتخابات داشتن با تمام مکاتبی که تا الان آوردن، خط امامی، اصولگرا، رایحه خوشخدمت، اصلاح طلب ثبت، اصلاح طلب بنفش، انواع اقسام اینا آوردن که اون خصلت سرکوبگرانه و فاشیستی طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران علیه طبقه کارگر و محرومین رو بپوشونن. ما این چیز تغییر رو باید در نظر بگیریم. در نتیجه ما که صحبت می‌کنیم همیشه باید بدونیم که داریم از نقطه چپ دارم من اینو میگم، همیشه بدونیم داریم راجع به دعوای درونی طبقه سرمایه‌دار ایران بر سر تقسیم قدرت و ثروت راجع به این پدیده داریم صحبت می‌کنیم. کروبی و موسوی هم اون جنبش تحلیل رو باید جداش کرد. اون جنبش باشه یه چیز دیگه شد بعداً. ولی خود کروبی و موسوی هم بر سر تقسیم مجدد قدرت اومدن با احیای امام رو میخوام انقلاب اسلامی اولیه رو. پرچم موسوی از اول انتخاباتش هم همین بود، همین رو می‌خواست، هنوز هم سرش وایساده. به همین معنا موسوی و کروبی هم جزئی از همون سیستم ارتجاعی هستن. مرسی. خیلی متشکرم. بفرمایید شما.
بحثا مختلفی مطرح شد، ولی من می‌خواستم حالا سعی کنم تو یه دقیقه بتونم، یعنی نمیشه ولی بعد یه گریزی بهش میدم. تضاد بین کار و سرمایه همواره تو تمام جوامع جریان داره. یکیش هم جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همونجور که بعضی از دوستان گفتن با توطئه و توافق امپریالیست‌ها در کنفرانس گوادالوپ روی سر مردمی که انقلاب کرده بودن، انقلاب 56-57 چی اومد تو ایران به قدرت رسید و همواره تمام سیاستاش علیرغم تمام جنجالایی که داره خیلی نزدیک و موازی با سیاست قدرت امپریالیستی دنیا و سرمایه جهانی بوده و نتیجتاً تمام اختلافات درونی این رژیم سر لحاف ملا و یا سر چپاول بیشتر و حفظ قدرت و تداوم این حاکمیت ننگین 34 سال است. یه نکته‌ای که تو این رابطه من می‌خوام بگم، همونطوری که این تضاد همواره ادامه داره و طبقه کارگر و نیروهای انقلابی همواره با یک چنین رژیمی در تمام نقطه ایران در تضاد و در مبارزه هستن و خواه ناخواه شورش توده ها و شورش گرسنگان دیر یا زود این حاکمیت ننگین و این سیستم سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم رو به چالش میکشه. نکته‌ای که این وسط وجود داره در این برآمدهای توده‌ای، در این شورش‌ها، در این انقلابات، در این حرکت‌هایی که میشه، متأسفانه نیروهای رادیکال و نیروهای کمپ انقلاب و نیروهای که خودشون رو کمونیست و انقلابی میدونن ناگهان به کمپ ضد انقلاب میرن. مثلا تو جریان سال 88 به جایی که دوستان و کسانی که به عنوان مثال تو همین شهر تورنتو در یک فعالیت مشترکی با دیگر نیروهای انقلابی بودن، به محض اینکه جریان 88 اتفاق میفته سریعا یه تیشرت سبز میپوشن و از اون کمپ رادیکال خارج میشن و به کمپ دشمن میکنن، به جای اینکه اون کمپ رو قوی کنن، به جای اینکه مبارزه طبقاتی رو بهش دامن بزنن، به جای اینکه اصلاح طلبان درون حکومتی رو افشا کنن، موسوی و کروبی رو، به جای اینکه اون جنبش رو پیش ببرن، بخشی از اون جنبش میشن متأسفانه. ما باید اینو همواره به عنوان نیروهای انقلابی به خاطر داشته باشیم و بدونیم که برای چی مبارزه میکنیم. اگه مبارزه ما برای از بین بردن استثمار انسان از انسانه، پس باید بچسبیم به همون چیزی که بهش معتقدیم، نه اینکه سریع بریم تو کمپ دشمن. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. شما من میتونم بلند صحبت کنم؟ میکروفون بگیرید برای ضبط. سخنران اولتون اشاره کردن به درستی به مسئله اصلاحات، ولی من میخواستم بگم که بورژوازی اونقدر بالغ هست که هر دفعه با کلمات جدید و اصلاح و بیاد جلو. مثلا در دوره رفسنجانی سردار سازندگی، بعد دوره 2 خرداد کلمه اصلاحات رو به کار برد، اما در دوره روحانی کلمه اعتدال رو به عنوان کلمه رمز برای تجدید آرایششون و اتحاد بیشتری از بخشای بورژوازی به کار بردن. میخواستم به این مسئله پرداخته بشه اگه امکان داره. ما میدونیم که اعتدال قرار نیست تو سرکوب و در شدت منع تشکل‌های کارگری و یا آزادی اینا اعتدال ایجاد بکنن. میدونیم که اعتدال قراره برای اوضاع رو برای اقلیتی از جامعه مناسب بکنه و میدونیم میتونه این اعتدال در رابطه با رابطه گرفتن که با شیطان بزرگ باشه یا مثلا رقبای مثل ترکیه و عربستان رو خنثی بکنن، ولی بهتره که به این کلمه پرداخته بشه چون اینو به کار بردن برای عنوان رمز جدیدشون. یا مثلا ممکنه این اعتدال یه تعداد زنان تکنوکرات رو بخواد بهشون در مدیریت قدرت بده و برای اینکه اعمال بیشتری بکنن بر جامعه. یه بحث این بود. یه بحث دیگه هم سخنران سومتون در مورد جنبش مردمی اعلام کردن. من متاسفم که هنوز هم ما به این جنبش میگیم مردمی، برای اینکه یه جنبش رو از پلتفرمش، از شعارش و از رهبرش میشناسن. جنبش انتخابات اون سال رو با کمک مدیای غرب
یه بخش از بورژوازی هایلایت کردن و به مردم در مردم این توهم رو ایجاد کردن که اگه بیای پای صندوق رای میتونی اوضاع رو تغییر بدی و مردم رو آوردن، واقعا موفقم شدن و بخشی از اپوزیسیون هم رفتن دنبالش. منتها اون جنبش مردمی نبود. حتی اگر مردمی باشه میشه همون جنبشی که خمینی رو در ماه دید که گفتم ضد امپریالیستی. به نظر من مقدار تجدید نظر بکنیم تو این کلام. خیلی متشکرم. شما و بعد حتما 5 نفر اول الان بسته میشه و بعد نوبت دوره دوم. حتما دیدم. نه اینجوری. من صحبتم رو شروع میکنم با یادی از دستفروشی که بهای جانش در رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی خصوصا در دوره روحانی 8000 تومان بود و تنش زیر چرخ‌دنده‌های رژیم سرمایه به 2 نیمه تقسیم شد. و ضمن تشکر از برپاکنندگان این پنل و سخنرانان. سوال اولم در مورد از آقای اشرفی اینه که چون تاکید زیادی داشتن و همینطور که دوستمون آقای امینی گفتن، این تاکید زیادی روی تفاوت آمر و عامل داشتن. من می‌خواستم ببینم که هر دوی اینها که در خدمت و با هدف ابقای این رژیم سرمایه‌داری هستن، شما چه تفاوتی رو می‌بینید؟ حالا این یا قاضی مقدس باشه، یا قاضی مرتضوی باشه، یا حجاریان، یا نوری‌زاده، یا بقیه این طیف رنگارنگ. همگی اینها برپادارندگان و حافظان این نظام طبقاتی سرمایه هستند. این تفکیکش رو اگر من اشتباه متوجه شدم لطف کنید که توضیح بدید. سوال دومم از آقای امیر حسن‌پور هستش در رابطه با تشکیل حزب و رابطه اون با طبقه است. چون گفتید که شرط پیروزی وجود حزب کمونیست و نقش رهبری اونه. خواستم در اینجا رابطه حزب و طبقه رو بگید و آیا این حزب میتونه از ورای طبقه و بدون ارتباط ارگانیک با طبقه میتونه این رهبری رو به درستی در واقع داشته باشه. سوال سومم از آقای امینی هست. شما تو قسمتی از صحبتاتون گفتید که توی این انتخابات بخشی از نیروهای چپ شرکت کردن. حالا اگر این چپ منظورتون فرخ نگهدار و اکثریتی‌ها هست یا اینکه حالا این رو اگر ممکنه شما توضیح بدید، تعریف شما از چپ چی هست؟ چه در واقع طیفی رو شما چپ می‌دید؟ مرسی. خیلی متشکرم. بخش 5 سال اول رو با آخرین با شما. بله خیلی ممنون از برگزاری برنامه. روی صحبت من با سخنران اول و سخنران سومه. من فکر میکنم که در خلال این صحبت اون دوگانگی و اون دو قطبی که هدف از این پنل هست که از اون عبور بکنیم در واقع به نوعی بازتولید میشه. جمهوری اسلامی در اعمال سرکوب و حفظ پایه‌ها و ستون‌های ایدئولوژیکش طبیعتاً تاریخچه یکپارچه و همدست داره. در این حال مراکز متعدد قدرتی که در این نظام وجود داره و ارتباطی که در طول این 3 دهه مردم با این مراکز متعدد قدرت برقرار کردن باعث شده که ما با دوره‌های متفاوتی روبرو بشیم و به همین دلیله که دوران خاتمی از دوران رفسنجانی متفاوته و تجربه انتخابات 76 تجربه انتخابات 88 نیست و انتخابات 88 انتخابات 92 نیست. و به نظر من ندیدن این پیچیدگی ها و اینکه زندگی مردم چطور به شکل ملموس تغییر پیدا میکنه در هر کدوم از این دوره ها عملا راه رو برای اصلا درگیر شدن و استفاده از ترک هایی که ممکنه در دوره های متفاوت به وجود بیاد و بتونه جامعه رو به سمت خواسته های چه رادیکال چه حتی اصلاح طلبانه ولی در حدی که میتونه در زندگیشون تغییر کیفی ایجاد بکنه رو از ما میگیره، به خصوص اگر ما به عنوان عاملین تغییر و با زاویه برقراری عدالت و از زاویه برقراری عدالت و تغییرات ساختاری میخوایم با جامعهمون درگیر بشیم و نه به عنوان ناظرین بیرونی که میتونیم تمام انتخاب‌های جامعه رو فقط به صخره بگیریم یا مورد
مورد سرزنش یا تحقیر قرار بدیم. آگاهی یه بخش بسیاری از مردم ایران به محاق نرفته، وجدان اجتماعی در رابطه با تغییر و برقراری عدالت وجود داره، ولی شکل‌های متفاوتی در این دوران گرفته و ندیدن این پیچیدگی فقط باعث میشه که ما خودمون رو در یک طرف قطب قرار بدیم و بسیار راحت‌تر هست انجام این کار اگر با این فاصله از کانادا به موضوع بمونیم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. مرسی. 5 نفر اول سوالاشونو کردن. من حدود 5 یا 6 دقیقه حد اکثر به سخنرانان فرصت میدم که اگه نظری دارن بدن و 5 نفر بعد رو شروع میکنیم. بفرمایید. ممنون. البته قبلا هم من تو صحبتم عرض کردم این بحث تموم نخواهد شد، چون من حداقل 1/4 بحثم رو ارائه دادم. اگر همش ارائه میدم شاید این سوالا پیش نمیاد. اما در رابطه با سوالی که رفیقم پرسید در رابطه موسوی و کروبی، من یک اصلی را اینجا بیان کردم. گفتم هرگاه توان اعتراضی انقلابیگری قوی باشه، اصلاح طلب از اصول طلب فاصله بیشتری میگیره. اصلاحات تا اون حدی که گاهی اوقات انقلابی میشه. سال 88 این اتفاق افتاد. خیابون‌ها مملو از مردم بود. موسوی ناچار بود همراه بشه. موسوی از اصلش با فشار اون خواسته ها داشت جدا میشد. ذاتش همون جمهوری اسلامی و واقعیت امرم همین بود. موسوی نمیخواست از جمهوری اسلامی بگذره، نمیخواست از اصول جمهوری اسلامی رد بشه. دوران طلایی خمینی رو بارها میگفت. زمانی هم که شعارها داده میشد میگفت سکوت ایجاد کنید، با سکوت راه پیمایی کنید. بنابراین بحث برمیگرده اونجا که هرگاه فشار از طرف مخالف زیاد بشه، بخش به هم پیوسته اصلاح طلب‌ها و اصولگراها از هم فاصله میگیرن. این بر اثر فشار طرف مقابله. حالا طرف مقابل پراکنده بود، طرف مقابل بر اثر یک شکاف کوچیک تونسته بود بیاد بیرون، اما این فشار وجود داشت. در رابطه با لازم بود که در رابطه با اصولگراها و اصلاح طلبان و رابطه اون دو با طبقه کارگر بحث بشه که فرصت نشد. خب اینجا من اینو اینطوری ارائه بدم که تمام کارهایی که مجالس اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلب یا عدالت، اسما مهم نیستن اینجا، مهم اینه که بخشی از جمهوری اسلامی قوانین رو تصویب کرد، مثل خروج کارگاه‌های 10 نفر کمتر از شمولیت قانون، مثل برداشتن استخدام رسمی و قرارداد موقت رو جاش گذاشتن، یا اخیراً طرح استاد و شاگردی، طرح کار آزمایشی و غیره. همه اینها رو اصول طلبا انجام دادن. یه بحثی که همیشه ما در ایران با اصلاح طلبا داشتیم این بود که اینا میگفتن چرا کارگرها و فعالین کارگری از اصلاح طلبا حمایت نمیکنن، از برنامه اصلاح طلبا حمایت نمیکنن. ما میگفتیم شما توی کارنامه‌تون یه همچین چیزی دارید. وقتی همه اعمال شما ضد کارگری بود، چرا باید با وجود چنین کارنامه‌ای از شما حمایت بکنیم؟ و ما میگفتیم اونا بحثشون این بود اگر حمایت کنید فرق کرده دنیا دیگه اونطوری نخواهد شد. ما میگفتیم نه، ما مطمئنیم خواسته های شما را ما اگر بیاییم کمک کنیم، حتی اگر بتونیم بگیرید، اولین گروهی که شما سرکوب خواهید کرد ما هستیم. تاریخ اینو نشون داده. من توی بحثام گفتم باید تاریخمون رو تو تحلیلمون دخالت بدیم. توی تاریخ همیشه این طبقه کارگر بوده که در هر حرکتی وقتی وارد شده اون حرکت پیروز شده، ولی بعد از حرکت همیشه طبقه کارگر بوده که اولین سرکوب شونده بوده. به این دلیل یکی از بحثا که در سال 88 فوران پیدا کرد بین فعالین کارگری و احزاب مثل جبهه مشارکت حزب اسلامی کار، مثل خانه کارگری ها، این بحث بود که چرا شما به ما کمک نمی کنید.
یه سوال از من شبیه سوالم مثل که از همه که اون سوال اول من اون جواب میدم یا نظر میدم در مورد تحلیل طبقاتی و اینکه بعد این رژیم نماینده یک طبقه بورژوازی در نظر بگیره. من فکر میکنم این درسته، اما در این حال باید اینه بدونیم در تحلیل طبقاتی هر طبقه تضادهای درون خودش داره. هیچ طبقه از جمله طبقه کارگر طبقه بدون تضاد نیست. در درون خود طبقه کارگر هم تضاد هست. مثلا اریستوکراسی کار داریم، بعد لایه‌های میانی داریم و لایه‌های پایینی. تحلیل جناح‌های درون رژیم اگر اهمیتی داشته باشه، اگر هدف ما از تحلیل، تعبیر، تبیین این باشه که دنیا را تغییر بدیم، نه فقط دنیا را توصیف کنیم، اگر هدف این باشه، اهمیتش اینه از دید مارکسیستی مخصوصا که توده مردم و حتی جریانات سیاسی، سازمان‌های سیاسی و جنبش کمونیستی ایران هم متأسفانه سابقه خیلی بدی داره در این مورد، معمولاً به زایده‌های یکی از جناح‌های رژیم یا یکی از بلوک‌های طبقه بورژوازی تبدیل میشن. این سابقه طولانی داره در ایران و حتی طبقه کارگر خیلی راحت میتونه به زایده یکی از این جناح‌ها، به ذخیره یکی از این جناح‌ها تبدیل بشه. هم در ایران هم در جاهای دیگه شده. اینه که تحلیل جناح‌ها و خودم من خیلی زیاد چیزا توش نمیرم در دوران رژیم اسلامی، خیلی توی این نرفتم، ولی تحلیل این جناح‌های رژیم، تفاوت‌هاشون، هماهنگی‌هاشون، تضاداشون، اینا از این نظر اهمیت داره که نتیجه سیاسی گرفته بشه. اینکه یک جریان چپ، یک جریان انقلابی، طبقه کارگر باید مواظب باشه به ذخیره یکی از جناح‌های طبقه بورژوازی تبدیل نشه. یکی هم نه تنها بورژوازی ایران در درون خودش تضاد داره، هم خارج از عرصه سیاسی، هم در عرصه اقتصاد و فرهنگ و همه اینا، نه تنها در درون خودش تضاد داره، بلکه تضادهای زیادی هست بین بورژوازی ایران و بورژوازی ترکیه، بورژوازی عرب، بورژوازی آمریکا و غیره. تضاد بین بورژوازی کشورهای مختلف یکی از منابع مهم جنگ در دنیا، جنگ جهانی اول تضاد بین بورژوازی بود که دنیا را به خاک و خون کشید و همچنین جنگ جهانی دوم تضاد بین قدرت‌های بورژوازی اروپا بود که دنیا را به خاک و خون کشید. اینه که در تحلیل طبقاتی اون هم باید در نظر گرفت. مثلا حالا بورژوازی ایران به رهبری رژیم حاکم داره به طرف آمریکا نزدیک میشه و از گروه‌هایی که میخوان خلافت اسلامی درست کنن از اندونزی تا مراکش با اینا در تضاد. این به این معنی نیست که بورژوازی ایران جریان اسلامی فعلی که 35 سال روی کار هست دموکرات‌تر از این جریانات بنیادگرا هست که میخوان خلافت اسلامی درست کنن. اصلا به این معنی نیست. ما ایرانی‌ها مثلا خوب می‌دونیم که چه جنایاتی اینا کردن و همین امروز صبح هم یه نمونش ذکر شد. اصلا به این معنی نیست که بهتر از جریانات بنیادگرا است. اما متأسفانه اینجوری میشه که جریانات ملی، ناسیونالیست، جریانات ملی مذهبی اینا در چنین شرایطی طرف بورژوازی خودشون میگیرن و باید مواظب بود تحلیل طبقاتی باید مشخصاً هدفش این باشه که انقلاب رو ببره پیش و از این نظر مهم تحلیل جناح‌ها میرم به این شرط که در نظر گرفته بشه که طبقه کارگر و بقیه مردم ایران، زنان ایران و بقیه به ذخیره یکی از جناح‌های رژیم تبدیل نشن. در مورد سوال دیگری که مشخصاً از من شد، خیلی رابطه حزب و طبقه خیلی بحث مفصلیه. فکر نمی‌کنم در 2-3 دقیقه بشه این گفت، ولی من سعی می‌کنم در کوتاه‌ترین جملات بگم. رابطه‌اش این هست که چیزی که جنبش کمونیست ایران مشکل داشته سرش این هست
طبقه مارکس این نکته را گفت، نکته تئوری که فوق‌العاده مهمیه که بیشتر مارکسیست‌ها فراموش کردن یا در نظر نمیگیرن، این که نمایندگان مارکس مشخصا اینه گفت در 18 برومه، نمایندگان سیاسی و ادبی یک طبقه الزاماً عضو اون طبقه نیستن. این به این معنی هست که مثلا مارکس و انگلس خودشون بورژوا بودن و انگلس طبقه کارخانه دار بود، اما علیه طبقه خودشون قیام کردن و به رهبری طبقه کارگر رسیدن از نظر فکری و ایدئولوژیک و اینا. و خلاصش کنم در مورد امروز، یک جریان اکثریت کارگرها سوسیالیست نیستن، اکثریت کارگرها کمونیست نیستن، اکثریت زنان فمینیست نیستن. متاسفانه اکثریت زنان توی جامعه مثل کانادا ضد فمینیست هم هستن. کارگران هم همینطور. کارگری که آگاهی طبقاتی نداشته باشه یه بورژواست و چیزی که تعیین کننده است که یه حزب کمونیست یا نه اینه که خط درست سیاسی و ایدئولوژیک کمونیستی داره یا نه. این نیست که رهبران حتما کارگر باشن، چون اگه کارگر هم باشن میتونن خطشون خط کمونیستی نباشه. وقتمون واقعا خیلی کم است و من اسم 5 نفری که دستشون قبلا بلند بود دارم و متاسفانه کسانی که الان دست بلند میکنم ممکنه بهتون نرسم، خیلی معذرت میخوام. دنیا بفرمایید. ممنون از همه سخنرانان و ببخشید اگه یکم به فارسی بر من پرهی سال یکم سخته. میخواستم بدونم که هر کدوم از سخنرانانی که میتونن جواب بدن، شما نقش عاملیت مردم ایران و آگاهی سیاسیشون توی این پروسه چطور می‌بینید؟ و آیا میتونیم توی تحلیل هامون متفاوتی قائل شیم بین سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی و دولت روحانی به طور خاص از یک طرف و اون شور و هیجانی که مردم نشون دادن تو پروسه انتخاباتی از طرف دیگه؟ یعنی در واقع به نظر من یه چیزی که اینجا خیلی مطرح نشده اینه که چطوری میتونیم یه تحلیل چپی داشته باشیم که در این حال که تحلیل طبقاتی وضعیت امپریالیستیش رو نگه می‌داره، حفظ می‌کنه، عملیات و شور سیاسی مردم هم زیر سوال نمیبره. من فکر می‌کنم یه همچین برخوردی ممکنه نقش چپ رو هم توی فضای عمومی سیاسی پررنگ‌تر و مفیدتر بکنه. مرسی. خیلی متشکرم. نه نوبت برنامه جنوبی شامل می‌کنه موزیک شب. منم با تشکر از همه سخنرانان عزیزش و از عزیزی برنامه نشستم. من با جمله رفیق امیر عزیز شروع می‌کنم که شرایطی که در منطقه است روحانی رو بر روی کار آورد، نه فقط شرایط درونی ایران. من سوالم از رفیق امیر عزیز اینه که اگر ممکنه یه مقدار توضیح بدید به تضادهای درونی بورژوازی ایران، یعنی به اصطلاح دوره احمدی نژاد یه سری سرمایه‌دارایی رشد کردن که در واقع دور می‌زدن تحریم اقتصادی ایران و مخصوصاً خصوصی سازی نفت و الان دوره‌ای که روحانی بر سر کار اومده و به اصطلاح ربطشون به اون دو تا قطب اصلی که در به اصطلاح به صورت جهانی وجود داره و بلوک سرمایه‌داری رو داره میچرخونه چیه و نقش بنیادگرایان اسلامی وسط چیه؟ این اگه ممکنه لطفاً برامون توضیح بدین که تضادها به چه گونه، یکی خصوصی سازی و روحانی که بیشتر در واقع میخواد متمرکز بکنه سرمایه‌ها رو در دست دولت، و اینکه چقدر مهمه که ما به عنوان یک به اصطلاح جنبش رادیکال کمونیستی صف مستقل خودمون رو داشته باشیم و این وسط بین بد و بدتر گیر نکنیم و تجربه تاریخی که زمان جمهوری اسلامی روی کار اومدن جمهوری اسلامی برای ما اون موقع خیلی جریانات چپ دچار اشتباه شدن و خمینی رو خردبورژوایی مرفه سنتی و غیره منسوب کردن و به همین دلیل هم سیاست‌هایی که به کار بردن سیاست‌های اشتباهی بود برای نقش جمهوری اسلامی. من می‌خواستم فقط توضیح بدم که چقدر مهمه که ما به اصطلاح نقش مستقل قطب انقلابی رو بتونیم. مرسی.
اگه سوالا رو کوتاه آقای که بینم رو آقای اشرفی گفت یعنی شما میخوای موسوی را با چیز روحانی مقایسه کنید. این مرا انداز یاد دورانی بود خاتمی بود یه بعد تویشن یه خیلی مرا میگفت تظاهرات که میکردی بر علیه خاتمی و سیاست برنامه خاتمی یه خیلی من گرفتن بعد از دورانی که بود مسئله سبز و موسوی نام آمد همون جا بعضم یه خیلی مرا گفتن شما چی میخوایی توامی که اینا که داشته با موسوی من به نظر من موسوی که خودش آقای اشرفی هم اشاره کرد بعد از 2 روز 3 روزی مردمی که رفتن خیابان و احتراز کردن و شعاری که دیدن نه این شعاره خارج از اینه که موسوی رای ما کجا موسوی چرا رای میاوری نه اصلا شعار سرنگونی جمهوری اسلامی من با جمهوری اسلامی نمیدونم عکس خمینی و خامنه ای نرا پاره کردن دیگر این رسما خود آمد اعلام کرد گفت من با سیاست چارچوبه سیاست جمهوری اسلامی هیچ مغایرت ندارم همون سیاست جمهوری اسلامی را قبول میکنم. به نظر من خود موسوی که مشخصه دورانی که سال 67 بود خب مشخص بود هزاران انسان شریف و چرخان کمونیست به دست اینا اعدام شده خودش نخست وزیر دوران بود. این یکی همونه که بابا که آزاد که اشاره کنم جاد وقت بگیره همین مسئله که برنامه سبز و برنامه پارچه سیاه یک مارا میگفتن تا هم داشتن به نظر من همین باش. خیلی متشکرم. سلام و سپاسگزارم از شما. من فکر میکنم که البته یه برخوردی یه ذره انتقادیه که ما به موجها داریم اینجا نگاه میکنیم، به دریا رجوع نکردیم که این جلسه‌مون و خواهش میکنم از پنل که بالاخره رفقای اشاره کردن در جامعه ما طبقات در مقابل طبقات ایستادن، کارگرا واقعا تحت ستمن، 100 سال سابقه جنبش کمونیستی داریم و رفیق ما امیر گفتش که لنین خاصیتش این بود که گفت جنگ رو به جنگ انقلابی باید تبدیل کنیم. در نتیجه سوال اینه که الان شما پنلی که به نظر میرسه پنل انقلابی هستید چطور میشه درگیر این تفصیلات روز نباشید که 35 سال درگیرش هستید؟ چطور میشه جواب بدید که این طبقه، این جنبشی که این همه شهید داده، کشته داده که به خرده‌کاری مشغول نباشه و یه راه حل اساسی این حرف رو بزنید، نترسید. اگر هم اشتباه بود عیب نداره. خیلی متشکرم. آخرین نفر شما بفرمایید. من عرض سلام خدمت برگزار کنندگان و حضار محترم. من یه مطلبی رو میخوام عنوان کنم با توجه به اینکه من زمان زیادی نیست از ایران درمانم، 2 سال و نیم درمانم و طی این 2 سال و نیم پیگیر مسائل کارگری ایران بودم. بیرون از ایران هر کجا که کنفرانسی بحثی شروع میشه صرفاً به صف‌بندی نیروهای چپ و نیروهای بورژوا پرداخته میشه، اما در حیطه پراتیک ما نیروهای چپ، اون کسایی که در حوزه کار وجود دارن رو نمی‌بینیم. طی 35 سال گذشته کدوم دولتی اومده که فشار را کمتر از دولت قبلی کرده؟ ما کاری با اسم و نمیدونم انتخاب رنگ دولت ها نداریم. شاید این هستیم که هر روزه این حاشیه بر کارگران داره تنگ‌تر میشه و شاید نکات ریز و حساسی هستش که از چشم فعالین چپ به دوره که امروزه در ایران نه تنها شاهد پرداخت نکردن حقوق هستیم، بلکه در بخش‌های سرمایه‌داران به کارگران حقوق نمیدن. به عنوان مثال امروز در کارواش‌های تهران کارگران بدون حقوق کار میکنن، به این شکل سفله پروری میکنن. اگر صاحب ماشین به شما انعام داد، اون انعام مال شماست، هر چیزی که ما میگیریم صرفا برای ماست. من انتقادم از فعالین جامعه چپ اینه که چرا به
اشکالات موجود در جامعه نمیپردازن، صرفاً به یک تحلیل نظری میپردازن. تحلیل های عملی رو خیلی کمتر میبینم بهش بپردازن. دلیلش چیه؟ این رو لطفاً دوستان توضیح بدن. خیلی ممنونم. من آخرین فرصت رو میدم به سخنرانان که کوتاه جواب بدن، چون وقت پنل تموم شده که به پنل‌های دیگه و ادامه این بحث رو برسیم. بفرمایید. موضوعی که ببخشید یه سوالی که جا مونده بود من جواب بدم، یکیش این بود که تفاوت آمر و عامل چیه. امروزها تمام زور اصلاح طلبها و حتی اصولگراها اینه که کاسه گذار سر احمدی نژاد بشکنن. اگر ما میخوایم امروز افشاگری کنیم از دو جناح سرمایه داری، چون ما میگیم اصولگرا یه جناحش، اصلاح طلب هم یه جناح دیگه از سرمایه داری. فعلا احمدی نژاد دیگه کاسهش تشتش از بام افتاده. خب اونی که نیاز به افشا داره موسویه، روحانیه، خاتمیه، رفسنجانیه، عبدالکریم سروش، حجاریانه، اکبر گنجیه، چرا که اینا الان پرچمدار هستن. حالا ما میخوایم بگیم این افراد کسایی هستن که احمدی نژاد رو تولید کردن. زمانی که عبدالکریم سروش کتابهاش به عنوان اصول تربیتی در دانشگاه‌ها و در مدارس تدریس میشد، احمدی نژاد دانشجو بود. بنابراین ما میتونیم بگیم تمام فهم شعور احمدی نژاد از آموزش‌هایی هست که عبدالکریم سروش داده. عبدالکریم سروش اینجا عامله، احمدی نژاد عامله. زمانی که سپاه و خامنه‌ای زور زدن احمدی نژاد رو رئیس جمهور کنن، این یک عامل بود. عامل خامنه‌ای و سپاه بود. به این دلیل من تقسیم کردم که بدونیم هر عملی که احمدی نژاد انجام داده و امروز اصلاح طلبان همه کاسه کوزه رو میخوان سر اون بشکنن، اعمالی هست که اصلاح طلبان ارائه دادن، تصویب کردن و این اجرا کرده. چند تاشو مثال آوردم مثل حسب یارانه ها دوران قبل از احمدی نژاد تصویب شده و این موضوع. بنابراین عامل بودن و عامل بودن اینجا مطرح میشه که شما که امروز میگید از دولت دهم و نهم این بدبختی ها مونده، بلکه مال خود شما بوده. خب در رابطه با موضوع کشتار دهه 60 که موسوی نخست وزیر بوده، الان موسوی و حتی روحانی و خاتمی اینا میگن ما خبر نداشتیم. میگم خیلی خوب، فرض محال که شما خبر نداشتید، اما الان که خبر دارید چرا حالا نقدش نمی کنید؟ عبدالکریم سروش و حجاریان و غیره اگر ادعا کنن که ما خبر نداشتیم، بازم حرف همینه. باشه قبول، خبر نداشتید. آیا این یه جنایت بود یا نه؟ اگر جنایت بود آقای موسوی چرا میخوای برگردی به دوران طلایی خمینی؟ میخوای دوباره جنایت رو تکرار کنی؟ آقای عبدالکریم سروش که شما داشتی بازجوها را از نظر فکری و فلسفی آموزش میدادی، حالا که اصلاح طلب شدی چرا نقد نمیکنه جنایت اونا را؟ من حرفم اینه، هر اصلاح طلبی، من اصلاح طلبا را به 3 گروه تقسیم کردم. اصلاح طلبا که درون نظام هستن، اصلاح طلبایی که از نظام رانده شدن و اصلاح طلبایی که هیچ وقت در نظام نبودن ولی اصلاح طلبن. هر 3 گروهش باید جواب بدن. شما که دارید حسن روحانی را تبلیغ میکنید، حسن روحانی در تمام دوره ها دست داشته. حسن روحانی یکی از اونهایی هست که آموزش و امنیت این کشور رو به احمدی نژاد آموزش میداده. خب حالا تو جنایت های احمدی نژاد شریکن به هر نحوش. خب بنابراین باشه دیگه بقیه شو نمیم چون خیلی زیاد بود. برای یه چیز نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی ببینید الان فضای این جلسه میدونم شاید خیلی موافقی حرف نباشم، ولی ما با یه جامعه رو هستیم. خوشمون بیاد یا بدمون بیاد از واژه انقلاب تغییر میده. شما نمیتونید به این جامعه بگید انقلابی باشیم، انقلاب کنید دوباره، چون به خاطر اینکه این جامعه نسل من، یعنی کسایی که ما تو این سیستم بزرگ شدیم، به ما یاد دادن و ما تحت هژمونی
گفتار اصلاح طلبانه‌ای بودیم که به ما میگفت انقلاب همون یه بار انجام شد بستمون بود، ته شد همین گند کثافت مثلا جمهوری اسلامی. دوباره طرف انقلاب رفتن اشتباه محرزی خواهد بود. شما وقتی با همچین جامعه روبرو هستی نمیتونید صرفاً هی بر اون سیاستی که داری محکم پافشاری کنید و هی مدام همون ادبیات رو استفاده کنید، همون چیزهایی که گفته شده استفاده کنید و از این نسل بخواید که از حرف شما گوش بده. اون جایی که من تفاوت میذارم و هنوزم پایبند هستم به این تفاوتم بین یک کسی مثل موسوی و کروبی با دیگر اصلاح طلبان، من هم واقعا هستم به این که این حرفی که موسوی و کروبی و دیگران میزنن که در دهه 60 ما خبر نداشتیم از کشتارها محمل محضه، این که اصلا بحثی درش نیست. یا اینکه موسوی و کروبی هم در نهایت در چارچوب راست حاکم میگنجن و یک جناحی از بورژوازی حاکم هستن، بحثی در این نیست. اما من در این حال قائلم به این که میشه اون جایی که سیاستی وجود داره که از اون گفتار، اون دیسکورس مسلط که اصلاح طلبی انتخابات محور هست فاصله میگیره و روابط قدرت حاکم رو نشانه میگیره و میگه کل این پروسه رو باید درش بازبینی کرد و به خاطر این قضیه خب به هر حال محدودیت براش ایجاد شده دیگه. به هر حال موسوی کروبی الان وضعشون فرق میکنه با خاتمی و رفسنجانی دیگه، این که شکی درش نیست. از این سیاست با حفظ فاصله انتقادی من دفاع میکنم. من هیچ وقت برای تمام این چیزا، اون موقع اعتراضات خیابانی بود، تو خیلی از اون اعتراضات خیابانی هم شرکت داشتم، هیچ وقتم قش و زرف نکردم، نه برای موسوی نه برای کروبی و این رمانتیک بازی‌ها و این سانتیمانتالیسم مزخرفی هم که الان وجود داره، ای عکساش هم میگن شعر میکنن آه میر ای شیخ فلان، این هیچ وقت هم تو این بساط نیفتادم. ولی این به این معنا نیست که نمیشه با حفظ فاصله انتقادی، با اینکه در عین حال نقدش میکنی این آدم رو به خاطر همدستیش در جنایتی که علیه بشریت بوده، در عین حال سیاستی که اتخاذ کرده و روابط قدرت حاکم رو نشانه گرفته تا کمی فضای دموکراتیک به وجود بیاد توی اون جامعه، من در این حفظ فاصله انتقادی همراهی میکنم با اون. اما نمیدونم دیگه، حالا کل حرفم همین بود، یعنی موسوی برای من صرفا مسئله شخص نیست، مسئله اون سیاسته. تا اون جایی که اون سیاست رو چیز میکنه. یه سوال خیلی کوتاه. نه خواهش میکنم اجازه بدین برای اینکه این بحث ادامه پیدا میکنه. اجازه بدین امیر نظرش رو بده، آقای اشرفی هم یه نکته کوتاه دارن که بتونیم جلسه رو و کنفرانس رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم. خیلی کوتاه. یک دقیقه کمتر شاید. این سوالی که دنیا مطرح کرد خیلی سوال مهمیه به نظر من و متاسفانه دانش تئوریک خیلی کمه راجع به این در جنبش کمونیستی ایران توجه بهش نشده و از تجربه ها چه در ایران چه خارج از ایران جنبنده کافی نشده. با وجود این نکات خیلی مهمی هست در این مورد. این چیزی که اشاره کردی که مسئله آملیت و شور سیاسی که بود بعد از انتخاب روحانی، آره همه ما اینو دیدیم در یوتیوب و تلویزیون ها و اینا خیلی وقتا چنین مزی پیش میاد که مردم به خاطر یه واقعی یا به خاطر اینکه اوضاع عوض میشه اکثریت مردم میریزن تو خیابونا. ولی مسئله اینه که چیکار باید کرد؟ این به کجا میره؟ اینا معمولا از نظر تئوریک مفاهیمی که خوب اینو توضیح میده تضاد بین خودرویی و آگاهی است، بین spontaneity و consciousness. درکش هم در چارچوب این ممکنه. مردم ممکنه به خاطر هدفهای خیلی خوب و مترقی و آزادی خواهانه تو خیابون بریزن، ممکنه به خاطر اهداف ارتجاعی. مثلا رژیم ناتسی جز ضد بشرترین رژیم‌های سرمایه‌داری هواخواهان خیلی زیادی داشت در شرایط بحران بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. خب این تونست کمونیست‌ها نتونستن مردمی رهبری کنن در این سالا، خیلی پیشرفت کردن ولی جلوشون گرفته شد به دلایلی که نمیشه اینجا صحبت کرد. ولی در آن حال بورژوازی آلمان تحت رهبری هیتلر و نازی‌ها موفق شد از این
نارضایتی که بین عامه مردم هست استفاده کنه و مردم رو بکشه به ذخیره خودش تبدیل کنه. در هر حال من فکر می‌کنم مسئله اینه که این نوع شور و هیجانی که پیدا شد درست مردم ناراضی‌اند. اینه میشه فهمید چرا این وضع شد. در شرایط بحران اقتصادی، مشکلات اقتصادی و دیکتاتوری اون جناحی که سر کار بود، مردم فکر کردن راهی باز شده براشون و شادی و شرف کردن، ولی به نظرم به هیچ وجه نباید این تئوریزه کرد. باید این تئوریزه کرد که چرا جریانات انقلابی نمیتونن در این شرایط دخالتی بکنن که به سمت آگاهی و آگاهی انقلابی ببرن. فکر میکنم سوالش اصلی اینه. خیلی کوتاه، بسیار کوتاه. ببینید، شور بدون شعور همیشه ضد خود مردم بوده. بنابراین داشتن شعور فی نفسه تقدس پذیر نیست. هر وقت شعوری با شعور همراه باشه میتونیم ازش آینده خوبی داشته. مورد دیگه ای که باید تذکر میدادم این بود که دوستمون میگن نسل جدید با این چیزهایی که گفته شد بزرگ شده، با انقلاب هنوز نمیتونه اونسی داشته باشه. انقلاب اصلا آموزشی نیست. بله، الان دوران در کل دنیا دوران فرود انقلابیه. بنابراین بله، ولی موضوع دیگه ای که دوستمون گفتن این بود که ما میتونیم از بین شکافی که بین موسوی و نظام ایجاد شده استفاده کنیم. این در صورت امکان پذیره که تاکتیک این در واقع در صورت امکان پذیره که تشکیلات سیاسی قوی داشته باشیم. اگر اینو نداشته باشی به گفته لنین زائده و دنبالچه سرمایه‌داری میشیم. ما همچین تشکیلاتی که بتونه به صورت تاکتیکی از این شکاف استفاده کنه در کل ایران و در کل دنیا نداریم. ببخشید. اول ازتون خواهش کنم که از سخنرانان تشکر کنیم برای For those of you who just joined us throughout the panel, welcome. As you know that this day-long conference is conducted in both English and Persian. And the panel opened up many issues and challenges for us to think about, and which is the purpose of this conference. And in fact, it is a response to the dominant view in this city and on this campus, especially with the events and initiatives taken by the Monk School for Global Affairs that's promoting the most, I would say, right of the reformist tendencies in Iran and among the diaspora. And they have another initiative coming up in April. It is of urgent matter for us. It's ethical, political, that we all should take part and participate in having a kind of debates that show that the reformist and reform tendencies initiated and supported and moderated by Monk Center is not the voice of Iranian people. Thank you very much and enjoy the rest of the conference. Thank you.